سلام دوستان، لطفا به این ویدیو نگاه کنید. آموزش ماینکرافت براتون خیلی خفن. الکی اینطور نیست برو خونه بسازی. مثلا الکی امروز ببین من با لد ماینکرافت تموم کنم، پارت بعدی تموم میکنم ماینکرافت. حالا ببین من الان یه مرحله باز ای بابا این چی اومد الان؟ اون گوشی خودمه ها. ببین من این مرحله میزنم. شما اگه ماینکرافت شناخته باشید براتون خیلی خوب میشه. بیشترتون کال آف دویتی بازی کردید دیگه، ولی من کال آف دوست ندارم. خب این خراب دورو بیار دیگه بابا، اسکولم کردی. به به زهره به کوفت زهره مار بده. آن اومد. ببین اومد. ببین من الان یه دونه روش بهتون یاد میدم. اون روشی که یاد میدم خیلی براتون خفنه. اسم منم علیه، علی هنرمند. یه دونه پیجم دارم این اسمش علی هنرمند. خب علی هنرمند علی هنرمند بازی ماینکرافت و ترسناک. اینه ترسناک هم نیست، حالا که تو پیجم گذاشتیم. حالا ببین من بایستا لاتر بازی کنم. ببین این شوخی کردم. این چیز بود، آن گوشی بابام بود. خب من الان یه دقیقه دوستان خراب شد، مشکل اومد دوستان، درست شد. دوربینمو درست شد. خب این از اینا رو بر ندارید. خب من نه بابا چی اومدی به اینجا؟ یه دقیقه. خب واسه بابا دوباره دوربین حالا درست شد. خب الان من اینجا برمیدارم این از این اینو برمیدارم میذارم اینجا. نه اینجا نه بابا تو برو. خب از این استفاده میکنم. میام اینجا کامرم جلوتر. برو جلوتر. دوستان هیچ کی نیست، خودم فیلم میکنم و من کنم. خب شما اینو دادید بایستا یان کنار. بایستا دیگه. خب چرا نمیاد پایین؟ خرابه. درست شد. خب ببین الان ببین زیر آبا نشون میده. میبینی؟ بایستا دیگه برم. اگه به این دوست داشت ببینید زیر آبا نشون میده. ترجمه میبینید دوستان؟ خب گایس آقا این هم از آموزش ماینکرافت. میبینی آبا نشون میده؟ خیلی باحال. آبا نشون میده توشو. مثلا یه زامبی اومد میتونی ببینی زامبی داره دنبالت میاد تو آب یا نه. خب گایس آقا خداحافظ.